طرح بلند پروازانه انتقال پایتخت از تهران به سواحل مکران که این روزها از سوی دولت 14 بسیار داره روش تاکید میشه، از زوایای مختلفی قابل بررسیه. اما پیش از این که وارد بحث انتقال پایتخت و فواید یا معایب به اون بشیم، بد نیست یک نگاهی داشته باشیم به پیشینه چنین طرح‌های بلند پروازانه‌ای در دولت‌های قبلی. به عنوان مثال من خاطرم هستش که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای اولین بار طرح ایجاد یک شکاف در دامنه رشته کوه البرز برای انتقال اون هوای مرطوب شمال به سمت اراضی جنوبی یا دامنه های جنوبی البرز مطرح شد که خب یه طرح بسیار بلند پروازانه‌ای بود. فارغ از این که شدنی هست یا نه، هیچ وقت به اجرا گذاشته نشد. یا در دولت آقای خاتمی برای اولین بار بحث اتصال دریای خزر به خلیج فارس مطرح شد که اونم هیچ وقت جامعه عمل به خودش نپوشوند. در دولت آقای احمدی نژاد هم ما بحث انتقال آب از دریای خزر به سمنان رو داشتیم که بعدها در دولت آقای روحانی تبدیل شد به طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران. هر کدوم از این طرح‌های بلند پروازانه در زمان خودشون موفق شدند برای مقاطعی توجه افکار عمومی رو به ضرورت اجرای یک طرح بزرگ برای بارگذاری جمعیت در جای غیر از تهران و انتقال جمعیت کشور یا تمرکز جمعیت کشور به اون سمت مشغول کنه. حالا بار دیگه توی دولت مسعود پزشکیان شاهد طرح برنامه بلند پروازانه دیگه هستیم، هرچند که موضوع انتقال پایتخت به نقطه دیگه حداقل 35 ساله که توی دولت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و هر بار به دلیل موانع این انتقال به دست فراموشی سپرده شده. نکته اول در نقد این برنامه توجه به این نکته است که اساساً طراحان این پیشنهاد منظورشون از پایتخت چیه؟ آیا هدفشون انتقال مرکزیت سیاسی و جابجایی تمامی دستگاه‌های اداری دولتیه، یا منظورشون انتقال مرکزیت صنعتی، خدماتی، تجاری از تهران به یه نقطه دیگه است، یا اینکه هر دو منظور رو مورد تاکید قرار دادند؟ معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی دولت طی روزهای اخیر هر کدوم جداگانه به وضوح اعلام کردند که برای جابجایی پایتخت گزینه اصلی ایجاد یه مرکزیت جدید توی سواحل مکرانه که خط ساحلی در امتداد کرانه شمالی دریای عمان حد فاصل شهر میناب در استان هرمزگان تا شهر کنارک در استان سیستان و بلوچستان محسوب میشه. برآوردهای اولیه نشون میده که برای انتقال مرکزیت سیاسی و اداری از تهران به مکران در طول 3 تا 5 سال آینده به حداقل 300 تا 500 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه و امکانات زندگی توی این محدوده نیاز هست که یقیناً تامین چنین هزینه‌ای از سوی دولت غیر ممکنه. بخش خصوصی هم ضرورتی برای این انتقال و سرمایه گذاری به نفع دولت احساس نمی‌کنه. امکان جذب این حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی در شرایط فعلی بپذیریم که وجود نداره. از طرف دیگه محدوده مکران که پیش از این برای بارگذاری جمعیتی معادل 1 تا 3 میلیون نفر با کارکرد توسعه صنعتی تجاری هدف گذاری شده بود، با پیشنهاد جدید دولت 14 باید میزبان حداقل 5 تا 8 میلیون نفر جمعیت انتقالی از تهران یا شهرهای همجوار باشه که بسیار بعید ظرف 10 سال آینده چنین پتانسیلی در مکران ایجاد بشه.
مکران اگرچه استعداد دسترسی به آبهای آزاد و زمین بکر رو داره، ولی نباید فراموش کنیم که سفره‌های آب شیرین و انرژی الکتریکی و گاز نداره و خاک اطراف اون هم به دلیل شوری بالا مستعد کشاورزی و تامین امنیت غذایی برای ساکنین جدید نیست. از حیث امنیت ملی هم اگر به مکران نگاه کنیم، این منطقه عمق استراتژیک لازم رو برای مرکزیت سیاسی نداره و توی شرایط خاص نظامی میتونه ضربه پذیر باشه. نکته دیگه ویژگی‌های زمین شناختی و زیست محیطی منطقه مکرانه. به اعتقاد کارشناسا مکران از نظر فعالیت گسل‌های پیرامونش هنوز قابل اعتماد نیستش و مثل تهران همیشه در معرض بروز زلزله و یا حتی مواجهه با سونامی‌های ناشی از لرزه‌های زیردریاییه. از منظر زیست محیطی هم این محدوده کشور با وزش تندبادهای دریایی یا طوفان‌های حامل غبار شور و ریزگرد فلات غربی خودش روبرو هستش که یه نقطه منفی برای بارگذاری جمعیت محسوب میشه. درجه رطوبت هوا هم توی مکران بسیار بالاست که ضریب خوردگی فلزات رو بالا میبره. علاوه بر این دمای این محدوده از میانگین دمای فلات کشور بالاتره و به لحاظ توپوگرافی هم محدوده مکران دارای ناهمواری‌های فراوانیه که میتونه هزینه اسکان جمعیت یا ایجاد تأسیسات صنعتی، خدماتی و تجاری رو بالا ببره. اما همچنان بزرگترین مانع بارگذاری جمعیت پایتخت در مکران نبود زیرساخت‌های نظیر جاده، آب شیرین، برق، گاز، تجهیزات مخابراتی، فرودگاه، امکانات بهداشتی درمانی، اسکله دریایی و سایر نیازهای اولیه است و به همین دلیل تحقق این پیشنهاد دولت با ظرفیت‌های موجود مالی و قوانین دست و پاگیر اداری برای انتقال پایتخت و این مهاجرت عظیم جمعیت غیر ممکنه. با این حال نباید مغرضانه نقد کرد و لازمه به این نکته اشاره کنیم که سواحل مکران در دراز مدت میتونه برای بارگذاری تأسیسات صنعتی و ایجاد یک قطب جدید تجاری برای کشور بسیار مهیا و مفید باشه. اما اولا باید به زمان انتقال و دوما به شرایط این بارگذاری توجه بشه که در شرایط فعلی چندان مهیا نیست.